سلام، خوش من به ویدیو امین عباس پرو یا همون امیر پرو. بچه ما امروز اومدیم اینو با تو تعمیر کنیم و بچه اون روز من اینو پیدا کردم، نمیدونم چیو با لیست تعمیرات من قبلا خوندم، یعنی قبل از ویدیو بگیرم. نه بچه چشم چپش در اصل این میشد. اون دو هم میشه واسه شد کوف امضا میکنیم. خیلی خوب، ببخشید مزاحم شدم، داشتم مرکب رو چک میکردم. به کارت ادامه بده. راستی یادت نره بعد از تعمیر ربات‌ها دکمه کنار در رو فشار بده. اگه کارت رو درست انجام داده باشی چراغ سبز میشه. اینطوری ربات‌ها روشن میشن و سازگاریشون با قطعا چک میشه. نمیخوایم چی شد؟ باگ شد فکر کنم باید یه کار یادم رفت بچه. من یادم رفت دکمه زیر صورت رکسیو بزنم. شت الکی ازای منو بیا. این بار دیگه درست انجام شد. یک دو سه امضا میکنیم. خیلی خوب، ببخشید مزاحم شدم، داشتم مرکب رو چک میکردم. به کارت ادامه بده. راستی یادت نره بعد از تعمیر ربات‌ها دکمه کنار در رو فشار بده. اگه کارت رو درست انجام داده باشی چراغ سبز میشه. اینطوری ربات‌ها روشن میشن و سازگاریشون با اون قطعات چک میشه. نمیخوایم توی رستوران وقتی ربات رو روشن میکنیم خراب باشه. خیلی ترسناک این چرا. در و وسیله کارت خوب بود، برو یکم استراحت کن تا کار بعدی تو بهت بگم. میتونی بری اتاق کارمندات یکم تلویزیون تماشا کن و یا بشین. راستی یادت نره رباتا تا صبح روشنن. نه ممکنه گهگاهی بهت سر بزنن. نگران نباش، اصلا خطری ندارن.
رستوران باری خرسه و رکسی روباه خوش اومدید. مکانی که رویاهای بچه‌ها به واقعیت می‌پیوندد. وای. برای شادی و تفریح. اینجا ما بهترین غذاها رو براتون سرو می‌کنیم. از انواع مختلف پیتزا گرفته تا همبرگرها و غذاهای میخوام اون تبلیغی که امروز 30% ساختی تخفیف برای خانواده‌هایی با بچه گفت پات یک شو میکنم اشکای نمیفهمم. بچه‌هاتون رو تبدیل به شادی و نشاط کنید. اینجا میتونید دوستای جدید پیدا کنید بچه‌ها. در هر بسته غذای کودکی اسباب بازی هدیه موجوده. فقط کافیه خوششانس باشید. چیزی که خیلی هنر داره. شاید موزیکی چه باید I wish I lived in the present with the gift of my past mistakes, but the future keeps luring in like a pack of snakes. Your sweet little eyes, your little smile is all I remember. Those fuzzy memories mess with my temper. Justification is killing me, but killing isn't justified. What happened to my soul? I'm terrified. It lingers in my mind and the thought keeps on getting bigger. I'm sorry, but sweet baby, I wish I'd been there. It's been so long since I've seen my soul lost to this monster, to the man behind the slaughter. Since you've been gone, everything is taken so I can ponder the sanity of my wonder. واو باشه هی تو به نظر میاد حوصله‌ات سر رفته رفیق. دقیقا من بهت پیشنهاد میکنم به یه رستوران معروف که بهترین غذاها رو داره، ربات‌ها اختراعش میکنن و از تکنولوژی روز دنیا توش استفاده وایس میشه. گفت غذاها رو ربات‌ها درست میکنن. رفیق تازه کلی غذای متنوع و خوشمزه اونجا هست به همراه کلی سرگرمی این برای سرسیده باز بچه‌ها چیه؟ و بزرگترها. تازه کجاشو دیدی اونجا با خرید هر غذا 30% تخفیف. اونجا با اول خرید بچه این صدا میشنوی؟ چی شد؟ چی شد؟ enough. خب دیگه
بشه بریم سراغ کارهای کامپیوتری. کجا باید برو بریم؟ اتاق اینه؟ سرور و کارهایی که اونجا هستن انجام بده. میخوای مطمئن بشی که ربات‌ها از نظر نرم افزار هم سالم هستن. معمولا هر هفته توی برنامه‌هاشون یه سری باگ ایجاد میشه که باید اونها رفع بشه. خب طبق معمول ربات‌ها اونجا میان. رکسی شدیداً به امواج کامپیوتری علاقه داره و ممکنه بیاد پیشت. اگه حضورش تو رو اذیت میکنه میتونی موقتا کامپیوترتو خاموش کنی تا از اونجا بره. کارت که تموم شد بیا رو اتاق امنیت. منطقه همین از ویروسی و متن نظر نیاز به تامین روشن خاموش کردن برق‌ها اول ویروسی ها. میخوام اینو بزنم تعمیر ببینم چی میشه. فهمیدم چی میشه. میگه دهنمون رو سرویس مکنت. و بچه یه چیز جالب در مورد این من فهمیدم. اسم و اینامون رو مینویسه بعد دلیلش هم نوشته. آسیب سطح 1 منظورش چیه؟ اسم اینم نه اون که نه اون که اگه بچه از اول میاد من این قسمتش رو دوباره میدم. من اشتباه کردم اون کارش. وای حالا کلی با تو اتاق تلویزیون منتظر بمونم. وای آره بچه ها من اینجا کات میکنم میرم دوباره اونجا رو ویدیو. بچه ها تمام شد بالاخره. معمولا هر هفته توی برنامه‌هاشون یه سری باگ ایجاد میشه که باید اونها رفع بشه. خب طبق معمول ربات‌ها اونجا میان. رکسی شدیداً به امواج کامپیوتری علاقه داره و ممکنه بیاد پیشت. اگه حضورش تو رو اذیت میکنه میتونی موقتا کامپیوترتو خاموش کنی تا از اونجا بره. کارت که تموم شد بیا رو اتاق امنیت. یه بار دیگه ما صدا پاش بیاد.
وای خیلی استرس داده. رفت. چقدر زود اومد. نه 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 نه. وایستم دوش. اوه داشتم دکمه حذف رو میزدم. شت. وای بودو بودو بودو. وای وای دوتا مونده تو خدا برو. تمام. خسته نباشی. هفته یعنی چی؟ ببینیم. خب بنازم. یس 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 یس. سخت بود ولی بالاخره شیفت. یعنی چی؟ من که دیگه عمرن برم توی این ویدیو. بچه اگه این ویدیو بالای 10 تا لایک یا خود 10 تا لایک بخوره اینجا دارم میرم. بچه فقط یه مشکل هست اینجا نگاه کنید. هم اینو باید کوک کنم همین که بانی و اینا هستن. یعنی من در هر صورت دهنم به باجه ماجه میده. اینا مالا رکسی ببخش. این که رکسیه. الان حالا انتقال صندوق رو نگاه کن. خب سخته. چرا باید روی عروسک سیبیل باشیم بچه ها؟ حالا یه جا هم بود من نمیدونم ویدیوشو نگرفتم همینجورشون با دیدم. بچه این تابلوی و چشاشون خونی بود. از چشاشون داشت خون میومد. چی شده بود بعد دیگه از اینجا نگاه کن در حال انتقال صندوقش هنوز تموم نشده. بعد حالا بعدش چیه؟ اتصال خط و وصل میکنه براشون بیاد بیناموسا. بس نخند نوم دلت نخواد نمیتونی بیای تو. بچه تا یه ویدیو دیگه خدافظ.